الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، حفظكم الله ورعاكم. باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه هفتم از شناخت خوارج و کشف شبهات آنهاست و در این حلقه به شما درباره نشأت، یعنی پیدایش عقیده خوارج و بالاخره نامهای خوارج و فرقه های اونها، اگر وقت فرصت داد از فرقه های اونها هم صحبت میکنیم. اولا نشأت، یعنی به وجود آمدن عقیده خوارج. عقیده خوارج در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچون یک عقیده، همچون یک مذهب به وجود نآمد و این چنین در زمان عثمان رضی الله عنه همچون یک عقیده و همچون یک مذهب به وجود نآمد. در زمان حضرت علی رضی الله عنه اینها جدا شدند. از همین جهت خوارج ها که مرحله دارد علما اختلاف کردند. قول اول همین است که گفتند اولین پیدایش خوارج این ذوالخویصرة التمیمی هست. در اساس اون حدیث های متفق علیه که ما به شما گفتیم، حدیث ابو سعید الخدری رضی الله عنه که به پیامبر صلی الله علیه وسلم یک مردی که ذوالخویصره بود گفت ای پیامبر عدل نکردی، عدل بکن. بعضی گفتند که اولین پیدایش خوارج انا همون در زمان یعنی من رسول الله صلی الله علیه و سلم. قول دوم این است که گفتند خوارج همون وقت همچون یک مذهب، همچون یک جماعت به وجود آمد که به حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه خروج کرد. وقتی که به عثمان بن عفان رضی الله عنه خروج کردند، خوارج به وجود آمد و گفتند در همین وقت اینها گویا که همچون یک فرقه خوارج، یک مذهب خوارج به وجود آمد. خیلی که علمای در این باره صحبت کردند. خیلی که مثلا ابن کثیر رحمه الله میگویند جاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير جدا. البداية والنهاية مجله هفتم صفحه 189 نظر بکنید. ابن کثیر رحمه الله میگن که خوارج ها آمدند حضرت عثمان رضی الله عنه را به قتل رسانیدند، پول مال بیت المال را گرفتند که خیلی پول مالی زیاد بود. یعنی بعضی از علما اینها را هم گفتند همچون خوارج، پیدایش خوارج. قول سوم گفتند وقتی که طلحه و زبیر رضی الله عنهما به حضرت علی بیعت کردند و بعد از این از اونها جدا شدند، انا از این وقت به وجود آمد. قول سوم. قول چهارم گفتند که خوارج وقتی که پیروان حضرت علی به علی خروج کردند. یعنی ببینید این دلالت میکرد که نشأت خوارج همچون یک فرد، همچون یک انسان خوارجی را در زمان پیامبر کرد. در زمان عثمان بن عفان رضی الله عنه خوارج ها یک جماعت مخصوصی که یک عقیده مخصوص داشته باشند نبود، اما یک عددشان زیاد شد و به حضرت عثمان بن عفان خروج کردند. اما در زمان حضرت علی این خوارج ها همچون یک جماعت معین، یک جماعت متشکل و اینها باز به خودشان اعتقادات و شبهات را پیدا کرده خروج کرد. برای همین وقتی که ما خوارج را همچون یک مذهب نظر میکنیم چی میگیم؟ وقتی که یک قسم از لشکری حضرت علی به حضرت علی خروج کرد، انا همینها سرشوی مذهبی خوارج است میگیم. اگرچه خوارج ها پیش از این هم بود، اما در اینجا همچون یک مذهب به وجود آمد و بسیاری علما انا همین وقت را وقتی خروج کردنی خوارج ها به حضرت علی را میگن که اولین سرشوی مذهب خوارج در انا همین
زمان حضرت علی رضی الله عنه است و این قول اکثر علما است که درباره خوارج صحبت کردند. خیلی که در کتاب مقالات الاسلامیین ابوالحسن العشری هم وقتی که درباره خوارج گپ میزند، یکی از اولین هایی که در کتابش نوشته انا همچنین ذکر میکنه و این چین بغدادی و غیره ذکر میکنه. اما اگرچه اینها بارک الله فیکم در زمان حضرت علی خروج کردند، ولی با وجود همین هم اینقدر عقیده های مخصوص مذهبی که بعد از این آیسته آیسته به وجود آمد نداشتند. 4-5 مسائل داشتند تمام. خیلی که به حضرت علی خروج کردند، بس 3 چیز حضرت ابن عباس مناظره کردند. این بود نشأت خوارج. مسئله دوم، نام های خوارج، اسماء الخوارج، نام های خوارج. خوارج ها چند نام دارند یا چه خیلی نام ها دارند؟ بارک الله فیکم. خوارج ها مشهورترین و معلومترین نامشان انا من الخوارج است. این نامی که قبول میکنند، خودی خوارج ها این نام قبول میکنند. از همین نام هایی که خوارج ها دارند، بعضی از نام ها رو خوارج ها قبول میکنند و فخر میکنند از این نامشون، اما بعضی از نام ها رو خوارج ها قبول نمیکنند و این نام رو نام همچون یک طعنه به خوارج گفته میشه. خودی خوارج ها بعضی نام ها رو قبول نمیکنند. اما انا همین نام خوارج گفتن خوارج ها در اولین در نسبت خوارج های زمان قدیم آنها فخر میکردند. کسی اگر اونها را خوارج گفت فخر میکرد. این لقب دوست میداشتند. میگفتند که بله ما خروج کردگان هستیم به خاطر تطبیق حکم الله، ما خروج کردگان هستیم به خاطر ظاهر کردن حق. و آیت یک چند آیات رو دلیل آوردن. سوره نساء 100 مثلا میگفتند که اینجا الله میگه و ما یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما كثيرا وسعا و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله. اینجا میگه الله میگه که هر کسی که خارج شود از خانه اش مهاجر به سوی الله و رسولش. خوارج ها خودشان را مهاجر به سوی الله و رسول، به سوی حق میگفتند و بالاخره لقب خوارجی را لقب مدح، لقب ذم و بدی نمیدونستند، لقب خوب میشد، پرسل میشد. اما وقتی که اگر خوارج را به معنای اینها خارج شده از دین، خارج شده از جماعت، خارج شده از جماعت صحابگان گفته شود، بله از این جهت بعضی از معنا را خوارج خودشون قبول نمیکردند که ما از دین خارج نشدیم، میگن ما از جماعت خارج نشدیم. ولی بالاخره ما وقتی که خوارج ها را خوارج میگیم یا صحابگان در زمان خودشون وقتی که خوارج را خوارج میگفتند، مقصدشون همین بود که خوارج ها از دین برآمدند، از جماعت مسلمان ها جدا شدند و به علی، به یک حاکم شرعی خروج کرد. به این معنا میفهمید. بارک الله فیک. خیلی که خودی همین خوارج ها میگوید، یکی از اینها که محمد بن عبدالله السالمی الاباضی هست، اباضی خوارجی، میگه که کان اسم الخوارج فی زمان الاول مدحا. نام خوارج گفتن دیگه در اول در زمان حضرت علی خوارج ها وقتی که برآمدند و به آنها خوارج گفته شد، این مدح بود. اما دشمنان حضرت علی، خروج کردگان به حضرت علی، از نام خوارج لذت میبردن، قبول میکردن و خرسند میشد و میگفتند که بله ما خوارجیم. این طایفه یکی است خوارج ها، طایفه یکی برای میگه غزو جهاد در راه الله برآمده گفته، خودشون خرسند میکردن. سوره توبه 46 میخوندن ولو ارادوا الخروج لاعدوا له العده. اگر خروج خواهند گفته این آیات می آوردن. فهمیدید؟ یعنی خودی خوارج ها لذت میبردن از نام خوارجی. اما آیسته بین خوارج ها خودشون اختلاف
فرقه های گوناگون که شد و دیگر از این نام بسیاری اونها دست کشیدن. این اولین نامی این جماعت چی بوده است؟ خوارج. و همین خوارج ها نام دیگر و نام خیلی مشهور دارند. حروریه، حروریتو نام دومی مشهورترین خوارج ها که اونها را حروری گفته میشن. برای چی؟ برای اینکه اینها وقتی که به حضرت علی رضی الله عنه خروج کردند به یک منطقه که تقریبا از کوفه بود 3 کیلومتر یا 3.5 کیلومتر بیرونتر است، از کوفه رفتن در همونجا جمع شدن که نام اون منطقه حرورا بود و اون خوارج ها را نسبت داده شد حروری به همون. حتی در حدیث صحیح مادرمان عایشه رضی الله عنها است، حدیثی که متفق علیه است، یک زن به مادرمان عایشه رضی الله عنها سوال میکند که برای چی میگه وقتی که زنها حائض شوند روزه را قضا میدارند اما نماز را قضا نمیدارند؟ برای چی نماز را قضا نمیدارند؟ روزه را قضا میدارد. زنها اگر مثلا ببینید در وقت ماه مبارک رمضان زن اگر حائض شود روزه اش را بعد از ماه مبارک رمضان قضا میدارد تا سال آینده، اما نمازش را زن قضا نمیخواند. نمازی که به سبب حیض ترک کرده بود قضا نمیخواند. به مادرمان عایشه رضی الله عنها یک زن سوال میکرد که چرا روزه رو قضا میخونیم نماز رو قضا نمیخونیم؟ حضرت عایشه چی گفتند رضی الله عنها؟ گفتند که احروریتون انت، آیا تو حروری هستی؟ از سوال فهمیدن که این سوال دهنده یگون مشکلی دارد. برای همین حضرت مادرمان عایشه به سوال دهنده گفتند که آیا تو خوارج هستی؟ یعنی آیا تو حروری هستی؟ حروری یعنی خوارج. برای آن که همون کسانی که به حضرت علی خروج کردند و به همین منطقه حرورا رفتند و آنها را حروری گفته میشد، خوارج ها را نام دومشون حروری بود، به خاطر همین نام منطقه را گذاشته، یعنی حروری ها گفتن. انا همین عقیده را داشتن که آدم زنی که حیض می شود نمازش را هم قضا می خواند. این خوارج ها جوهلا، حروری های جوهلا گفتن که خیلی که زنی حائضه ماه مبارک رمضان را قضا می دارد نمازش را هم قضا می خواند. برای همین وقتی که یک زن از مادر من عایشه رضی الله عنها پرسید که چرا نماز را قضا نمیخونیم وقتی که حیض شدیم اما روزه ماه مبارک رمضان رو قضا میداریم گشت، حضرت عایشه یک بار گفتن آیا تو خوارج هستی؟ زیرا که این عقیده خوارج است که هم نماز هم روزه و نماز رو هم قضا باید خونده شود. بارک الله فیکم. پس این دلالت میکرد که خوارج ها همچون مذهب همچون اعتقاد وقتی که از حضرت علی جدا شدن انا همچنین اعتقادها هم پیدا شد. اعتقادشان در مسائل فقهی احکام هم بعضی مخالفت ها را شروع کردن. این نامی دومی مشهورترین این چنین خوارج حروری گفته میشد اینها را. بارک الله فیکم. این نام هم از مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص، از فرزند سعد ابن وقاص به خوارج ها گذاشته شده است. هم الحروریه. آیا این آیت سوره کهف آیت 83 قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا آیا این به حروری ها نازل شده است؟ گفته سوال میکنه، زیرا بعضی از صحابه اعتقاد داشتن که نوعات به حروری ها دلالت میکنه. حضرت علی به حروری ها میگفت، به خوارج ها عمل های کردهشون بیهوده است میگفت، زیرا که عمل زیاد میکنن، پیشانی هاشون از نماز خواندن یغیر شده کفیده است، دست و پای هاش خون میبرارد از سبب چه؟ عبادته، اما قبول نیست. الله المستعان. پس برادران و خواران عزیز، نام مشهورترین خوارج ها دوم نامش چی بوده است؟ حروریه. حروریه. نام سوم اینها یکی از نام های مشهورترین خوارج ها این اشورا. اشورا تو یعنی معناش فروخته ها یا نفس هایشان را فروخته ها، که این نام را هم خوارج ها خیلی دوست می داشتند. این نام را هم
خوارج ها دوست نداشتن. نظر کرد به کتاب فرق معاصره مجله یکم صفحه 230 خوارج و تاریخشون و آراشون میبینید در اینجا که ذکر شده است. شورا یعنی چی؟ اینا کسانی هستند که نفسهای خود را فروختند به الله به عوض جنت و دلیل می آوردند. این نام را خوارج ها به خودش گذاشته است که ما شورا هستیم، ما نفسهای خودمون را به عوض رضایتی الله، به عوض جنت به الله فروختیم میگفتند و به خودشون لقب شورا میموندن، فروخته ها. و آیت رو دلیل میگفتن، سوره توبه 111 رو میگفتن که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله. به درستی که الله خریده است از مؤمنان نفسهایشان و مالهایشان را و به عوض آنها جنت را برای آنها داده است که آنها چه؟ یقاتلون فی سبیل الله، در راه الله فی جنت. و خوارج ها از این نام هم لذت میبردن و خودشون شورا میموندن. چهارمین نام آنها که این هم یکی از مشهورترین نام است، از درون همین نامهای خوارج ها، خوارج، حروری و همین چهارمین نام خیلی مشهور است، نامی المارقه یا مراق، پریده ها، از دین برآمده رفته ها، از جماعت برآمده رفته ها را به زبان عربی المارقه میگن. مارقه برآمده رفته. و پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را مارقه گذاشت. خیلی که از علي رضي الله عنه رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين، إنه از دین میبرد خوارج، چگونه ای که تیر از کمان میبرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این لقب مارقه را به اینها دادند. این حدیث متفق علیه است. حالا لفظی که خوندیم لفظ امام بخاری است، در صحیح بخاری آمده است. امام بخاری با رقم 6930 و مسلم با رقم 1066 روایت میکنه. بارک الله فیک. و پنجمین نام آنها محکمه هست. این نام را هم دارند، محکمه، زیرا که اینها به خاطر همین حکم الله خروج کرده بودند. شعارشان کلمه حق بود، ولی از پشت شعار حق باطل را میخواستند. لا حکم الا لله میگفتند، حکم نیست بجز حکم الله میگفتند. مگر علی به این آیت ضد بودند؟ مگر علی به حکم غیر الله حکم کردند رضی الله عنه؟ نه، حضرت علی به حکم غیر الله حکم نکردند. حضرت علی به این آیت ضدیت نداشتند. حضرت علی رضی الله عنه به حکم الله حکم کردند. خلافت حضرت علی به منهاج النبوه بود. خلافت حضرت علی به منهاج النبوه بود. اما حضرت علی هم در حق خوارج ها گفتند که کلمت حق ارید بها باطل، کلمه حقی که از عقب این کلمه باطل خواسته شده است. شعار حق است، اما از عقب این آنها فتنه میخواهند. کلمه حق میگن اما باطل میخواهند پیدا کنند. شعار حق است، اراده باطل است. شعار حق است، اراده فتنه در بین مسلمین و مؤمنین است. همه ایمان داریم که لا حکم الا لله، حکم نیست مگر حکم الله. حکم غیر الله کفر است و شرک است، طاغوت است و جاهلیت است. افحکم الجاهلیت یبغون وقد امروا ان یکفروا به یریدون ان یتحکموا الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. همه صحابگان ایمان داشتند که باید حکم به حکم الله باشد. در قرآن یک چند آیت است که به حکم الله حکم کنید. حکم کردن به حکم الله توحید است و این صحابگان میدونستند. خوارج ها حضرت علی را طعنه زدند، کلی شعار حق برداشتند، لا حکم الا لله، این الحکم الا لله آیت برداشتند. اما بعد از این تکفیر ناحق کرد. تکفیر ناحق کرد. برای همین اینها را محکمه هم بعضی ها نام بردند. و ششمین نام خوارج ها النواصب
رافضه های خوبسا اهل سنت و الجماعتی که امروز ما هستیم اهل سنت را ناصبی میگن، دشمن اهل بیت ناصبی ها میگن، نواصب میگن. اما حقیقت قول، حقیقت سخن همین است که اهل سنت هیچ دشمنی به اهل بیت رسول الله ندارد. اهل سنت ما حضرت علی را و همه این داماد رسول الله و همه دختران رسول الله را دوست می‌داریم، احترام میکنیم. و این چنین نبیره رسول الله، سبت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ریحانتان الجنه، ریحانه های جنه، الحسن و الحسین، اینها که نبیره های پیامبر هستند دوست می‌داریم و محبت اینها، محبت اهل بیت، این البته یک قربت است و یک عملی خوب است. یگان نفر از مسلمان ها نه به دشمنی اهل بیت کسی رو نه دعوت کردند و نه این کار کردند و این یک گمراهی است. هیچ کسی دشمنی به اهل بیت ندارد. اما در بالای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دو طایفه گمراه شدند. یک طایفه در محبت اهل بیت، در احترام اهل بیت غلو کردند. اینقدر در احترام اهل بیت غلو کردند که اهل بیت یعنی اهل خانواده پیامبر، علی، بگیم زنشون فاطمه، حسن، حسین و نبیرگاشون، اینقدر غلو کردند در محبت و احترام اهل بیت که بالاخره علی، حسن، حسین و نبیرگان پیامبر دیگر باقی مانده رو چیکار کردن؟ از پیامبر هم بالاتر میدونن، قبرشون رفته عبادت میکنن، از قبرها استغاثه میکنن. اینها همین رافضه ها هستند، کفار مشرکین، و طعنه به صحابگان میزنند، گویا که صحابگان حکومت رو از دست اینها غصب کرده باشند و قرآن رو تحریف کرده باشند. صحابگان کفر میگن و اینها غلو کردند و در محبت اهل بیت رفتند و به اهل بیت چیزهای دروغ نسبت دادند، اهل بیت معصوم گفتند، بیگناه گفتند، حتی به درجه الله برآوردند، جنت دوزخ در دست اهل بیت است گفتند، غلو کردند و کافر شدند. از جانب دیگر یک ایده دیگر، یک مذهب دیگر، اینها خوارج ها، نواصب، النواصب، که اینا خوارج بودند. حقیقت نواصب، ناصبی ها خوارج است. وقتی که به حضرت علی خروج کردند، بعد از این خوارج ها فرزندهای علی رضی الله عنه را انکار میکردند، حسن را، حسین را و دیگر نبیره های حضرت علی را هم خوارج ها تکفیر میکردند و بد میدیدند. خوارج ها در منبرهایشان حضرت علی را لعنت میکردند. برای چی؟ برای که اولین به وجود آمدن خوارج ها به سبب حضرت علی بود و دشمنی خوارج ها از همه سخت به حضرت علی بود و به نبیرگان، بگیم حضرت علی، اول به فرزندان حضرت علی و به نبیرگان حضرت علی. خوارج ها را برای همین اهل سنت و الجماعه النواصب میگن. برای چی؟ برای که اینها غلو کردند در دشمنی به حضرت علی رضی الله عنه. اینقدر به حضرت علی در دشمنی غلو کردند که بعد از حضرت علی رو کشتنشون، بعد از این فرزندان حضرت علی رو چی میکردن؟ تکفیر، حقارت، دشنام در مسجد ها. اما رافضه های جوهلا فکر میکند که همین نواصب ها اهل سنت است. البته این چنین نیست. ما اهل سنت و الجماعه بیزار هستیم از رافضه های کفار و مشرکین، برای خود اعلام میکنیم، و این چنین بیزار هستیم از نواصب های خوارج. نواصب های خوارجی که به حضرت علی خروج کرد و حضرت علی را بد میدید و لعنت و دشنام و تحقیر میکرد و این اعتقاد خوارجی خیلی منتشر شده بود و برای همین یکی از نامهای خوارج ها را علما چی میگن؟ النواصب، نواصب ها میگن، ناصبی ها. نظر کنید به کتاب فرق معاصره للعواجی، مجله یکم، صفحه 231 میبینید که خوارج ها، ناصبی ها خوارج ها بودن. ناصبی ها انا همون خوارج ها ناصبی بودن. بارک الله فیکم. انا کنون مسئله اینجاست که به همین نام اونها به پایان نرسید، با نام دیگر دارن.
اهل النهروان میگن. خوارج ها رو میگن که اینا اهل نهروان. برای چی؟ برای اینکه اینها بعد از همون حرورا برآمدن، از حرورا نامشون حروری شد. بعد از این دومین منطقه که رفتن، در اونجا جنگ شدید بین حضرت علی و خوارج ها شد و در همونجا حضرت علی خوارج ها را شکست دادند. یک عددی کمی از اونها ماند. اینجا نهروان بود. برای همین خوارج ها را اهل نهروان هم گفته است. یا که مکفره، خوارج ها را به نام مکفره یا که تکفیری ها هم گفتگی هستند. زیرا که خوارج ها برای چی تکفیری گفته می شوند؟ برای آن که به گناه کبیره تکفیر میکنند. خوارج ها را یکی از نامشان چی است؟ تکفیری. برای چی؟ برای آن که به نام اسلام، از نام اسلام به گناه کبیره تکفیر میکنند. هر کسی که گناه کبیره کرده است در نزد خوارج کفر است. گناه کبیره چی است؟ گناه کبیره خود شما میدونید که زیاد است. مسخره گناه کبیره، غیبت گناه کبیره، شراب، زنا، دزدی گناه کبیره. همه یا قماربازی، ریبا و غیره، هر کسی که همین گناه های کبیره رو کرد، خوارج ها انا همچون آدم میگفتن کافر است. در این دنیا جنازه کرده نمی شود، توبه نکرده، مسلمان نشده، تجدید ایمان نکرده بمیرد، ابدالابد خالد مخلد فی جهنم میگفتن، یعنی در دوزخ هست میگفتن. و البته این تکفیری که خوارج ها کردن تکفیری باطل است. الله سبحانه و تعالی شرابخور را، ریبا انجام دهنده را، ریباخور را، یا رشوه دهنده را، یا مسخره و استهزاء کننده، بگیم مسلمان را، شریعت را نه، مسلمان را مسخره میکنه، شوخی میکند، غیبت میکند، تهمت، این چیزا را الله سبحانه و تعالی گناه کبیره حکم کرده. معناش این است که هر کسی که این گناه ها را انجام میدهد کافر نمیشود. یک گناه بزرگ را انجام داده، ایمانش ناقص شده است، توبه نکرده از گناه کبیره بمیرد، در زیر مشیت الله است. الله خود میبخشد به کسی خود، نخواد عذابش را میکشد. بعد از جهنم در آمدن، بعد به سبب شفاعت، به سبب رحمت الله و غیره، و بعد از گناهش پاک شدن به جنت میره. یعنی هر کسی که گناه کبیره کرد، اگر همون گناه را حلال نداند، همون گناه را حرام شماریده کرده باشد، این انسان آخر الامر جنت میره. اما خوارج ها میگن که گناه کبیره را هر کسی که کرد ابدالابد جهنمی است. برای همین خوارج ها را تکفیری گفته میشه. برای چی؟ تکفیرشان موافق شریعت نیست. البته شریعت ما تکفیر دارد، فراموش نکنید. دین ما تکفیر دارد. یگان دین نیست مگر این که به خود تکفیر دارد. ما جاء نبی الا بتکفیر المشرکین. یگان پیامبر نآمدند مگرم به تکفیر مشرکین. تکفیر هست که اصل دین است، تکفیر هست که از واجبات و ضرورات، و تکفیر هست که حرام است و کفر است. تکفیر حرام و کفر، تکفیر کردن مسلمان، تکفیر کردن به گناه کبیره، تکفیری که الله نکرده لیکن یک آدم میکنه، به مانند خوارج. اما تکفیری که اصل دین است، تکفیر طاغوت ها، تکفیر کفار یهود و نصارایی که دینشون دیگر دین است و خودشون ما مسلمان نیستیم. بارک الله فیکم. الحمدلله. برای همین برادران و خواهران عزیز، یکی از نامهای مشهور خوارج ها این چی است؟ انا همین مکفره، یعنی تکفیری ها. اما امروز همین نام خوارج ها را جهمی های زمانه، تکفیری های واقعی زمانه، جهمی هایی که مشرکین را مسلمان گفته دفاع میکنند و مسلمان ها را کافر میگویند، این جهمی های خوبسا نام خوارج تکفیری را به اهل سنت میدهند. خوارج ها باشد اهل سنت جهمی میگوید، جهمی ها اهل سنت تکفیری و خوارج میگوید. در همین مسئله تکفیر جهمی ها معلومات که ندارد، جهمی ها اصلا در دین اونها، در اعتقاد اونها که اصلا تکفیر وجود ندارد، کم تکفیر حقیقی رو دیدند، فکر میکنند که تکفیر فقط در مذهب خوارج است. نه، تکفیر در دین اسلام است.
اما خوارج ها در تکفیر قاعده را برآوردند که در اسلام نیست، به گناه کبیره تکفیر کردند. برای همین خوارج ها را چی میگفتند؟ مکفره، زیرا که اینها کسانی بودند که تکفیر کردند به گناه کبیره. و نظر کنید به کتاب الخوارج اول الفرق فی تاریخ الاسلام صفحه 3 نظر کنید، اونجا این نامه میبینید. هفتمین نام، بگیم هشتمین یا نهمین نام خوارج ها از سبعیه میگن. سبعیه، همین نام هم نام رافضه هست و هم نام خوارج است. ما رافضه ها را هم سبعیه میگیم و خوارج ها را هم سبعیه میگیم. چرا؟ سرشوی رافضه از عبدالله ابن سبع یهود است. امامشان، اصلشان، اصل شبهه رافضگی از عبدالله ابن سبع یهودی است، یمنی. و اصل فتنه شبهات خوارج هم از عبدالله ابن سبع یهودی است. رافضه در حق علی غلو کردند، حضرت علی را اله گفتند، به حضرت علی رضی الله عنه سجده کردند، به سبب همین شبهه هایی که همین عبدالله ابن سبع یهودی آورد. عبدالله ابن سبع یهودی غلو کردن در حق حضرت علی را به وجود آورد. برای همین رافضه ها پیروان عبدالله ابن سبع یهودی سبعیه است. و این چنین عقیده خوارج را به حضرت عثمان خروج کردن را و بعد از این به حضرت علی پیوست شده به حضرت علی، انا همون کسانی که به حضرت عثمان خروج کرده بودند، شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی به حضرت علی خروج کردند، ضد حضرت علی کار کردن را هم از عبدالله ابن سبع یهودی آموختند و نشأت گرفت. برای همین خوارج هم سبعی است. این چی را دلالت میکند؟ این دلالت میکرد که یهودی خبیث از یک طرف به واسطه غلو کردن در حق علی کوشش کرد که اعتقاد عده را ویران بکند، فتنه را ایجاد بکند، و از جانب دیگر از خروج کردن به حضرت علی یک فرقه را ایجاد کرد و باز خواست که مسلمان ها را از این جانب ویران بکند. لیکن بالاخره هم رافضه سبعیه هستند، هم خوارج. الله المستعان. در آینده میبینید که چگونه خوارج ها همکاری با رافضه میکردند، چگونه استعمال دست رافضه شدن خوارج ها، و امروز هم در آینده میبینید که چگونه امروز هم عقیده خوارجی را رافضه ها منتشر میکنند. آیا باور دارید؟ رافضه ها برای بدنام کردن اهل سنت یکون، یعنی ببینید رافضه ها خوارجی را نصرت میدهند، منتشر میکنند و یک چند فایده ها دارند. یک چند فایده ها را میخواهند که نتیجهش رو ببینند. اولین فایده ای که رافضه ها از منتشر کردن خوارجی میگیرد، بد نشان دادن عقیده اهل سنت. خوارج نشان دادن عقیده اهل سنت به همه دنیا، مردم مسلمان های عادی را از اهل سنت نفرتناک کردن و بعد از این چیکار کردن؟ رافضه رو منتشر کردن. ثانیا، با منتشر کردن عقیده خوارجی در بین مسلمان های اهل سنت فتنه و تفریقه را به وجود آوردن. برای همین امروز هم میبینیم که خوارج ها با حکومت رافضه ایرانی امروزه مجوسیه همکاری دارند و آرام کار خود را خوارجی را ادامه دارند. و حتی رافضه های تاجیک تقریبا 20 سال پیش رساله ها می نوشتند، به تاجیکی می گردانیدند، کوشش می کردند رساله شان شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب کافر است، ابو حنیفه کافر است گفته رافضه ها کتاب می نویسند. اکنون ببینید که خوارج ها در بین رافضه به وجود آمده، میگه که ابو حنیفه کافر است، ابو حنیفه را کافر نگفتم کافر است، محمد بن عبدالوهاب کافر است، محمد بن عبدالوهاب کافر نگفتم کافر است گفته همین عقیده را خوارج ها منتشر میدیند. در کجا؟ از سرزمین رافضه استوده. خودی بنده شاهدم که 20 سال پیش رافضه را دیدم که به خط کریلی تاجیکی
بازگردان میکرد از فارسی تکفیر ابو حنیفه گفت و از کتابهای خود اهل سنت این چیزا را نقل میکرد و اونها میخواستند که مسائل زنده شود و در بین امت پراکندگی به وجود آید. ببینید چقدر خطرناک است، ببینید چقدر مسئله خطرناک است. الله المستعان. و در بسیار حالت خوارج ها بازیچه دستی رافضه ها شده هستند، فروخته شده هستند. برای همین رافضه ها وقتی که خواهد که یک جماعت مسلمان ها را، یک جماعت جهادی را یا یک حکومت اهل سنت مسلمان ها را شکست بدهد، نابود کند، خوارج ها را کمک میکند، نصرت میدهد، یاری میکند و این خوارج ها میبرایند بعد از این ضد اهل سنت میزنند. الله المستعان. خیلی احتیاط باشید، خیلی احتیاط باشید. انا کنون بارک الله فیکم. این بود نام نهم خوارج ها، گفتیم سبعیه. نام دهم خوارج ها این شکاکی است. خوارج ها نامشون یکی از نامهاشون شکاکی است. برای چی؟ برای اون که گفتن که علی را گفتن که ای علی تو کافر شدی برای اون که تو شک کردی در حکمت، در امیر بودنت، در خلیفه بودنت، دشمنت رو در بالای نفست حاکم قرار دادی. وقتی که تو شک کردی تو کافری. برای همین از همین جا گرفته شده خوارج ها رو شکاکیه میگن. این 10 نام، این 10 نام غیر از این ازاریقه، عبازیه، اینها هم بعضی از علما گفتن که اینم نام های خوارج است. ازاریقه ها یا عبازیه ها، عبادیه، اینم نام خوارج است گفتن. اما بهترش این است که علمای محققین گفتن که نه، این نام نیست، بلکه گفتن این نام یک فرقه است. یعنی عموما همه خوارج ها رو ما چی میگیم؟ خوارج، حروری، شکاکیه، سبعیه، شورا، مارق. از همه مشهورترینش چی است؟ خوارج، حروریه، بعد از این المارقه، المارقون، کلاب النار هم بعضی از علما گفتن، و بعد از این بارک الله فیکم انا همین سبعیه، یهودیه. اما باقی مانده نام هایی که هست اینها نام های فرقه. مثلا عبادیه یک نمود خوارج است. بعد از این ازاریقه یک نمود دیگر خوارج است. نجدات یک نمود دیگر خوارج است. حالا ما به شما نام رو گفتیم، نام خوارج ها رو بالعموم گفتیم که نامشون این است. اما در دوام صحبت ما به شما فرقه های اینها رو میگیم. اینها در اول وقتی که به حضرت علی رضی الله عنه خروج کردند، بارک الله فیکم، اینها یک جماعت بودند. 6000 نفر 3000ش توبه کرد، یا 8000 نفر 4000ش توبه کرد. 4000 یک جماعت بودند، یک چند عقیده های باطل داشتند. اما به مرور زمان خوارج ها در بینشون اختلاف و جماعت یک چند جماعت ها به وجود آمد. یک عده خودشون را گفتند ما قاعدی هستیم، یعنی ما حضرت علی که زید هستیم، حضرت علی را مسلمان نمیگوییم، علی را مسلمان نمیگوییم. گفتند ما ضد علی جنگ نمیکنیم. البته این مثال است، زیرا که اولها همه جنگ کردند. این بعد از وفات حضرت علی قاعدیه به وجود آمد. یعنی گفتند که بله ما عقیدمون مثل عقیده شما هست، ما این مسلمان ها را کافر میگوییم، به گناه کبیره کافر میگیم، حکومت ها را کافر میگیم، اما ضد حکومت ها خسته جنگ نمی کنیم. ما گفتند آرام زندگی میکنیم. این خوارج ها تا به حال وجود دارد. سرزمین خوارج ها در کجا است امروز؟ امروز خوارج دولت دارد به خودش. ببینید امروز رافضه به خودش دولت دارد، امروز خوارج به خودش دولت دارد.
علوی به خودش دولت دارد، بجز اهل سنت و الجماعه به خودش همه به خودش دولت دارد، حکومت دارد. اهل سنت و الجماعت به مذهب اهل سنت و الجماعت آزاد و واضح، همین فقط حکومت ندارد. یک دولتچه هست، حکومتچه هست، عمان میگن. عمان اگر نیم جزیره عربی که سعودیه بینید، در پشت سعودی یمن است در یک طرفش، در یک طرف سعودی عمان است. عمان یک پهلوش بحر است، یک پشتش سعودی، یک پهلوش یمن است، یک پهلوش دولت امارات است، امارات عرب، ابوظبی و دبی و اینا. انا همینجا یک دولتچه است عمان. اینها را سلطنت میگن، کشوری پادشاهی سلطنت. انا من حکومت خوارجی است، انا منها عبادی است، خوارجی است. تو به حال من عقیده خوارجی را دارد، به خودش علما دارد، به خودش مدرسه و مکتب و یونیورسیته دارد، کتاب دارد، اعتقاد خوارجی دارد، عبادی زندگی میکرد. یعنی مرهم کسی که خوارج کسی ضدیت کردنی باشد مرحمت، اما هیچ کسی در حق اونها گپ نمیزنه. همه اهل سنت خوارج میگه. برای چی؟ برای که اونها حکومت دارد، آنها پول دارد، آنها نفت دارد. اهل سنت چی دارد؟ بعضی میگن که حکومت سعودی اهل سنت است. حکومت سعودی یک حکومت فروخته شده است. هیچ چیز اهل سنت که دفاع از مذهب اهل سنت بکند این خیلی چیزی نیست. بله محمد ابن عبدالوهاب بودند، اما حاضرش در نظر دارد. برای همین اهل سنت و الجماعت غریب است. اینها انا همین عبازی گفته می شود. اینها را عبازیه ها، اینها کی هستند؟ اینها قاعدین، یعنی اینها جنگ نکردند و همون یک طرف برفته همونجا ایستادند. حتی اینها در یکی از منطقه های سعودی هم وجود دارد. عقیدهشان در باب اسما و صفات جهمی است، عقیدهشان جهم ابن صفوان است، اما در باب تکفیر خوارج است. البته ما در آینده به شما ذکر میکنیم که عقیده اونها آهسته رفته اینها جهمی شدند. بله، در باب اسما و صفات جهمی شدند، در باب اجتهاد اهل تعطیل و تعویل و تحریف شدند، و در باب ایمان، در باب تکفیر البته خوارج. والعیاذ بالله، پناه به الله سبحانه و تعالی. این معنای این را دارد که آدمی که به یک بدعت داخل می شود توبه نمیکند، آهسته بدعت زیاد شده رفتن میگیره. یک فرقه، یک جماعت، یک مذهبی که یک مخالفت به شریعت را کرد و باز نگشت، به سبب این مخالفت های دیگر به وجود میاد. اما فرقه های خوارج را علما گفتند که فرقه اولین اینها محکمه هست، فرقه دومی این خوارج ها ازاریقه هست، فرقه سومین خوارج ها النجدات هست، و فرقه چهارمین خوارج ها الاباضیه هست. من همین اباضیه شما گفتم که حالا حکومت دارد، حاضر هست، در عمان هست. و فرقه پنجمین اینها الاجاریده هست، فرقه ششمین اینها البیهسیه است، و فرقه هفتمین اینها الصوفریه است، و فرقه هشتمین اینها الازاریق. البته گفتیم ازاریقه در اول. 7 فرقه. خوارج ها به چند فرقه مشهورترین؟ 7 فرقه مشهورترین تقسیم میشد و اینها بین همدیگرشون اختلاف است. یک عده از خوارج ها به مانند ازاریقه از همه غلاترین خوارج ها که دیگر خوارج ها را حتی تکفیر میکنند. البته که با همین امروز صحبت خود را در باب خوارج شناسی به پایان میرسانیم. من فکر میکنم در حلقه آینده درباره هر یک همین 7 فرقه خوارج و اعتقاد اونها 10 دقیقه یا 5 دقیقه 5 دقیقه 7 دقیقه صحبت کرده 7 فرقه خوارج را به شما شناس میکنیم، تا که شما فهمید که امروزه خوارج هایی که امروز هستند، خوارج جدود، این جوان هایی که امروز گمراه شده ایستادند، به کدام این خوارج ها رفته ایستادند، به کدامین از این خوارج ها نزدیک هستند، کدامین این از 7 مذهب خوارج کدامی این مذهب را امروز ادامه داده ایستادند.
بارك الله فيكم. بروي من تاريخ خوارج شورم يبين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.